ببینید ما اینجا یه صفحه داریم 3 تا 2 تا 5 تا 6 7 8 9 10 4 5 6 7 با 3 10 3 تا یکی 4 تا 2 تا 6 تا 4 تا 10 تا 4 تا 2 تا 6 تا با یکی 7 تا با 3 تا 10 تا از هر طرف میشماریم با 10 تا باشه. این وسط هم 10 تا دونه گردو داریم. میخوام بریم این 10 تا گردو الان میخوام اختلاس بشه. اینا کجا میره؟ اینا بهش میگن اختلاس. حالا میگیم اول یه دونش از این وسطه بند میذاریم کنار، میشماریم میبینیم اینطوری 11 تا شد. خب میفهمن که این 11. یکی از اینا میذاریم اینجا، میشه 3 تا 2 تا 5 تا 7 تا 10 تا 3 تا 2 تا 5 تا 7 تا با 3 تا 10 تا. بعد میگیم یکی دیگه از اینجا میذاریم اینجا، میشه 3 تا 2 تا 5 تا 2 تا 7 تا اینجا 4 تا داریم، یک شاید اینو میذاریم اینجا. از این ور میشه 10 تا 3 تا 2 تا 5 تا 7 تا 10 تا. یکی برداشتیم کسی متوجه نشد. حالا میبینیم دفعه جفت جفت برمی‌داریم. 2 تا میذاریم اینجا، 3 تا 4 تا 7 تا 8 تا 9 10. 2 تا زیاده. این 2 تا از اینجا میذاریم این بغلیه که کسی نفهمه. از این ورم میشماریم میشه 1 4 تا 5 تا 2 تا 7 تا با 3 تا 10 تا. بازم کسی متوجه نشد. این 2 تا دیگه برمی‌داریم. این 2 تا رو میذاریم اینجا، میشماریم میگیم 3 تا 4 تا 7 تا با 2 تا 9 تا اینجا میشه 12 تا. پس 2 تا اضافه این 2 تا رو از اینجا فقط یک کمی جابجاش میذاریم اینجا. باز دوباره میشماریم از اینجا 1 و 4 5 و 2 7 و 3 10 تا. خب بازم کسی نفهمید. بازم میبینیم وسط 4 تا دیگه داریم. این 4 تا رو چه کنیم که حیف و میل نشه؟ اینو باز 2 تاشو میذاریم اینجا، میشماریم 1 و 4 تا 5 تا و 4 تا 9 تا با 3 تا 12 تا. خب این 2 تا زیاد میاریم. این 2 تا رو چه کنیم؟ این 2 تا رو میذاریم اینجا که کسی متوجه نشه. باز میشه 1 و 4 تا 5 تا و 4 تا 9 تا با یکی 10 تا. ما باز 2 تا دیگه داریم. خدا برسونیم این مشتری برای این 2 تا. این 2 تا میاریم یواشکی میذاریم اینجا، میبینیم خب زیاده. این 2 تا از اینجا میذاریم اینجا. حالا از هر طرف میشماریم 10 تا. یکی با 4 تا 5 تا و 4 تا 9 تا با یکی 10 تا. یکی و 4 تا 5 تا با 4 تا 9 تا با یکی 10 تا. یکی و 4 تا 5 تا 9 تا 10 تا. 1 و 4 5 و 5 10. این 10 تا وسطی بود.